بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. و ما سؤال آمده است که عقیده در لغت چی را گویند؟ در لغت و در اصطلاح. بله برادرم و خواهر موحدم، هر کلمه‌ای که در شریعت اسلام استفاده برده شده است باید ما معنایش را و حد و حدود و دایره معنای این کلمه را خوب بدانیم و بفهمیم. علل خصوص طالب علم ها، علل خصوص دعوتگران، تا که گمراه نشویم و دیگران را گمراه نکنیم. زیرا وقتی که یک کلمه خطا فهمیده می شود، در اساس فهم خطا در بالای این کلمه سبحان الله سبب می شود که دیگر مسائل خطا بیرون شود. چگونه ای که جهمی ها کلمه الشرک را غلط فهمیدن، در اصطلاح خطا فهمیدن. پس از همین جهت می گوییم که کلمه عقیده از دو جهت معنایش باید فهمیده شود: معنای لغوی و معنای اصطلاحی شرعی. شریعت نه به معنای لغوی بلکه به معنای اصطلاحی شرعی این کلمه را استفاده میبرد. هر کلمه که شریعت استفاده برده است از نظر لغت معنایش عام است و از نظر اصطلاح خاص. عقیده در لغت کلمه العقیده. عقیده این مصدر است. مصدر چیست؟ ریشه. ریشه دیگر کلمه هست، ریشه دیگر فعل هست. از فعل اعتقد یعتقد اعتقاد العقیده گرفته شده است. فعلش اعتقد یعتقد است. به وزن ثلاثی مزید افتعل یفتعل افتعال. معنای عقیده چیست؟ گفتیم عقیده مصدر و معنایش در لغت به یک چند کلمه ها معنی داد کرده شده و یک چند معنی را بیان میکرد. مشهورترینش الشد، شد بستن، و ربط هم بستن یعنی گره کردن. شد گره کردن، ربط بستن و گره کردن. علما میگن العقیده این را میگن الربط بالقوه، بقوه یعنی سخت محکم، سخت گره را بستن. یک چیز را به یک چیز دیگر اگر بو بندید هم دیگرش را، این را عقیده میگن، عقد میگن. الاحکام، التوثق، ابرام، همه این کلمه ها به زبان عربی معنایش یعنی پیوست کردن و گره کردن و ربط و بستن سخت. از همین جهت نکاح را ما چی میگیم؟ عقد نکاح. لغتا کلمه عقد از عقیده است. عقد یعنی ربط، پیوست کردن یک زن و یک مرد به همدیگر و حلال کردن آنها. یا عقد در تجارت، اینها را گفته می شود ربط، پیوست. این در لغت است البته. اما اصطلاحاً چیست؟ عقیده در اصطلاح البته علما معناهای گوناگون را ذکر کرده اند. جای مشکلی ندارد که در یک معنای یک کلمه علما در اصطلاح، در معنیدادی اصطلاح قاعدوی شرعی به همدیگر اختلاف کرده باشند، زیرا که معنای گفته همه این علما یک چیز است. معنیش این است که ما ینعقد قلب الفرد و یجزم به و یتخذ منه دینا و مذهبا له. عقیده از نظر
شریعت و قاعده علم عقیده همین را گویند که آن اعتقادها و باوریها و تصدیقهایی که قلب یک انسان در خودش دارد و به همون اعتقاد و به همون تصدیق کرده چیزهایش جزم و باوری 100% دارد و انا همون اعتقادات خود را چی میگوید؟ دین و مذهب میداند. این را عقیده میگوید. بارک الله فیکم. بعضی از علما مختصرا گفتند عقیده این گفتند ایمان به الله و به کتابش و به رسولش و به ملائکه و به روز قیامت. پس بعضی از علما گفتند عقیده اون علمی که شما را به شناخت الله و به او خبرهای غیبی که از اعتقاد است میرساند و معلومات میتد، این را علم عقیده میگن. بارک الله فیکم. و بعضی از علما گفتن عقیده این توحید است. پس از همین جا فهمیده می شود که لغتا عقیده از نظر لغت بستن و پیوست کردن و محکم کردن و از نظر اصطلاح در قلب خود جای دادن و باوری کردن انسان به همون چیزی که اعتقاد کرد باوری کرد 100% باوری کردن و همون را دین و مذهب خود بگیرد، خواه عقیده باطل باشد خواه عقیده صحیح. عقیده صحیح یعنی چی؟ یک باوری صحیحه که انسان به همون باوری در قلبش چی میکند؟ ایمان می آورد، تصدیق میکند، اقرار میکند و به همون یقین و جزم دارد و همین را دین و همین را مذهبش میداند. و بعضی ها اعتقادی باطل دارند، یعنی به همون باوری های باطل خود جزم میکنند، پس اعتقادشون باطل است. انا همین را بارک الله فیکم عقیده در لغت و در اصطلاح گفته می شود که باید بدانید. بارک الله فیکم. اما بعد توحید چیست؟ توحید این هم مصدر است و یعنی ریشه است و فعلش وحد یوحدو، از فعل وحد یوحدو و معنایش در لغت این یگانگی و یگانه دانستن، یکتا، تنها، که معنای لغوی همیشه معروف است که عموم است. اما در اصطلاح شریعت توحید یا علم توحید چی معنی دارد؟ توحید را علما، هر یک علمای اهل سنت و الجماعت به عباره های گوناگون شرح و توضیح و بیان کرده اند، بعضی ها طولانی و بعضی ها کوتاه، لیکن مقصد همه اونها جمع می شود و بیان می شود. خیلی شیخ الاسلام محمد بن عبدالوهاب و غیره میگن که افراد الله سبحانه و تعالی بالعباده، یگانه دانستن الله سبحانه و تعالی در عبادت. البته این معنای توحید الوهیت است، این بیان توحید الوهیت است. چرا همه علما وقتی که توحید را در اصطلاح شرعی معنی داد میکنند، بیان میکنند، توحید الوهیت را بیان میکنند، به خاطر اینکه قرآن نازل شد، پیامبر صلی الله علیه و سلم نازل شدند، همه کتاب ها نازل شد به خاطر توحید الوهیت. در بین مردم مشکلی اساسی توحید الوهیت بود. به همین خاطر وقتی که توحید را بیان میکنند مغز و جای اساسیش را بیان میکنند و میگن که افراد الله سبحانه و تعالی بالعباده، یگانه دانستن الله سبحانه و تعالی در عبادت، یگانه تنها و یکتا به الله سبحانه و تعالی عبادت را انجام دادن. اما اگر عموما کلمه توحید را همچنین معنی داد بکنید که همه توحیدها به درونش داخل بشود، توحید یعنی یگانگی الله، افراد الله سبحانه و تعالی بالربوبیت والالوهیت والاسماء والصفات و فی حکمه و تشریعه. یگانه دانستن الله سبحانه و تعالی در ربوبیت و الوهیت و اسما و صفات، در حکمش و در قانونهای برآورده‌اش و شریعتش، و به او چیزی را شریک قرار ندادن. انا این را توحید میگوید.
بارك الله فیکم. از همین جا میفهمید که وقتی که یک انسان به شرک اکبر واقع شد، پس کلمه توحید معناش نابود شد. همون انسان در بالایش همون کلمه توحید تطبیق نمی شود، زیرا که توحید یگانه عبادت کردن الله و ترک شرک. بارک الله فیکم. اما بارک الله فیکم، مسئله دوم، سوال دومی که اومد، اینم سوال خیلی مهم است. این است که توحید و عقیده از همدیگر چی فرق دارند؟ یا می توانید بگید عقیده و توحید از همدیگر چی فرق دارند؟ جوابش را علما به نهایت مختصر و به نهایت کوتاه دادند. گفتند توحید در درون عقیده است. هر چیزی که توحید گفته می شود، پس این در درون عقیده است. و اما هر عقیده را توحید گفته نمی شود. به عباره دیگر، توحید یک مسائلی خاص از درون عقیده هست و عقیده عموم مسائل جزئیات دیگری که تعلق به توحید ندارد بیان میکند. و یا میتوانید به عباره سوم بگویید که علما میگویند توحید این بیان میکند ایمان آوردن به الله، بیان میکند ربوبیت الله، الوهیت الله و اسما و صفات الله و حاکمیت الله سبحانه و تعالی. اما عقیده این همون مسائل ها را بیان میکند که به این از این هم بگویم وسیع‌تر باشد، بمانند ایمان آوردن به کتاب ها، ایمان آوردن به ملائکه، ایمان آوردن به دیگر از مسائل و جزئیات آنها را بیان میکند. این را عقیده گفته میشه. بارک الله فیکم. پس این عباره علما بود مختصرا. پس توحید این خاص است از جزء از عقیده. عقیده این عام است. عقیده خیلی هم مسائل های جزئیات را بیان میکند. توحید باشد خاص یگانگی الله و مسائلی که تعلق به یگانگی الله هست اون را بیان میکند. بارک الله فیکم.